بله دامر وسط آقای ترتیبی کشتی رو سرپا میده. یک امتیاز برای محمد باقر زاره. کار کردن 10 سال زیر کتان حریف خودش میزنه پیام زرینپور و اینجا در یه لحظه با یک کوبل تلفن پول میزنه که ضربه فن میکنه. پل شکن رو میگیره و تو موفق میشه با ضربه فنی. ضربه فنی برنده میشه. تماشاگران شادمان از این تیمی پیام زرینپور و شادمانی تماشاگران و اینجا حرکت و اثر یک بار دیگه با هم میبینیم. ببینیم به چه زیبایی و یه سوبلس موفق شد حریف رو به پل ببره. اجرای این فن در سرپا برای یک کشتیگیر 120 کیلو واقعا سخت و دشوار است که پیام زرینپور با پیروزی خودش هم شهریهای خودشو و مسئولی که به سالن اومدن رو شاد و مسرور میکنه.